که در سوریه و ترکیه شد زمین لرزه، خدا ما را در پناهش نگاه دارد. زمین گاه ها می جنبد، از آن یادرس می کند خدا ما را که غنیمت دان در روی زمینی. فراموش نکنیم که ما در خوجند شهر قیراقوم سال 85 همچنین شده بود. حتی زمین کفیده بود، مردم تا 3 روز صداشان می برآمد اما نمی توانستند کمکشان کنند. خدا ما و شما را در پناهش نگه دارد. بجز دعا از دست ما دیگر چیزی نمی آید. و دعای آخرین ما برای کی است؟ برای دامسازایی که در تاجیکستان هستند. من میگم خدا نکند که خداوند به اینها انصاف دهد که هر چیزی که به معیار است همون را اجرا کنند، وگرنه در هر یک کارشان جان میخرن. اینها زمین لرزه رو بینید، چندین هزارها از